I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. You know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Well, needless to say, sold my soul. Sometimes they don't want to, and they're, you know, Gaga, we can't get, you know, the frequency's weird, and, you know, it's sounding a little bit strange, and I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna, you know, I get a little bit mad. Why is your hand over your eyes? Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? کانیه وست، یکی از معروفترین رپرهای آمریکایی، کتی پری، بیلی آیلیش، لیدی گاگا، ریهانا، امینم و بسیاری از سلبریتی های معروف هالیوود اعتراف کردند که با فروختن روحشون به شیطان به موفقیت امروزشون رسیدن. یه لحظه وایسا. معروف ترین سلبریتی های دنیا نه تنها شیطان رو میشناسن و بهش اعتقاد دارن، بلکه باش معامله کردن، یعنی روحشون رو فروختن تا شهرت و ثروت فعلیشون رو به دست بیارن. و اون وقت امیر آرشام آرتا نژاد 15 ساله از تهران معتقده که جن و شیطان خرافاتی بیش نیست، ما باید بر اساس علم زندگی کنیم. معتقده که جن و شیطان و عالم غیب خرافاتی هستش که آخوندا به خورد ما دادن. لطفاً یه ذره هوشیار بشیم، یه ذره گاردامون رو بیاریم پایین. اگر با حکومت و این آخوند و اون فلانی مشکل داری، دلیل نمیشه اعتقادت رو به غیب از دست بدی. شیطان وجود داره، خدا وجود داره، اهل بیت وجود دارن، حقیقت محضن و ما داریم در آخرالزمان زندگی میکنیم، نزدیکترین زمان به ظهور حضرت مهدی علیه السلام.